خب بچه من عاشق تحلیل ویدیوهای وایرال شدم. کلا دوست دارم میشینم نکاتی که باعث میشه افراد رو درگیر کنه یه ویدیو، نکات رو در میارم، بررسی میکنم، برای خودم شفاف میکنم، تحلیل میکنم، ببینم چه حسی درگیر میشه مخاطب. چی میشه که درگیر یه ویدیو میشه؟ شیر میکنه، لایک میکنه، کامنت میذاره. ساعت ها میرم کامنت میخونم. سعی کنید همیشه زمانی که ویدیویی رو میبینید، شما میتونید از دو زاویه یه ویدیو رو ببینید. از زاویه مخاطبی که دنبال سرگرمیه یا دنبال یه آموزشیه، یا نه از زاویه‌ای ببینید که قراره شما این ویدیو رو تحلیل کنید، بررسی کنید و اون رو چکیدش رو، آنالیزش رو بیارین برای خودتون استفاده کنید تا بتونید توی کسب و کارتون ویدیوهاتون رو رشد بدین، توی کسب و کارتون بتونین محتوا بسازین، تولید محتوا بکنید. از این زاویه وقتی بیاین یه ویدیو رو ببینید، قطعاً میتونید حرفه‌ای‌تر برخورد کنید، قطعاً عادت میکنید، ناخودآگاه ذهنتون عادت میکنه که از دید مخاطب دیگه نبینید یه ویدیو رو، دیگه نرید با هدف سرگرمی یه ویدیو رو ببینید. این خیلی مهمه تو این که بتونید شما تولید محتوای خوبی داشته باشین. اینستا رو بالا پایین میکنیم، اکسپلور گردی میکنیم، لایک میکنیم، شیر میکنیم، میخندیم، چه میدونم کامنت میذاریم، کامنت ها رو میخونیم خیلیامون. اما تا حالا شده از دید یک تولید کننده محتوا این محتوا رو ببینید یا کامنت ها رو بخونید، ببینید واکنش ها چی بوده، چه نکته ای تو این ویدیو گفته شده که واکنش نشون دادن بهش، چه نکته ای تو این ویدیو بوده که تأثیر گذاشته روی افراد که این ویدیو رو ارسال کنن برای همدیگه، چه نکته ای باعث میشه شما به دوستت فکر کنی، به مادرت فکر کنی، به پدرت فکر کنی، به خواهرت فکر کنی، به برادرت فکر کنی، به همسرت فکر کنی. چه نکته ای توی یه ویدیو باعث میشه که شما درگیر بشی. سعی کنید در روز 1 ساعت، نیم ساعت حتی اگه شده اختصاص بدین و از دید دیگه‌ای به محتوا نگاه کنید. به اینستاگرام نگاه کنید، به یوتیوب نگاه کنید، به سوشال مدیاهای دیگه نگاه کنید، ببینید واکنش ها چیه نسبت به چه حرفی، به نسبت به چه لفظی، نسبت به چه ریاکشنی، نسبت به چه میمیکی افراد واکنش نشون میدن و احساساتشون جریحه دار میشه، احساساتشون درگیر میشه. میگه اینو حالا بفرستم برای مامانم که یه حس خوب به مامانم بدم، اینو بفرستم برای مثلا همسرم که یه حس خوب به همسرم بدم. اینا همش باعث میشه، اینا همش از کجا میاد؟ از ناخودآگاه شما میاد. شما بدون اینکه بدونید، خیلی از افراد توی اینستاگرام، توی یوتیوب، بدون اینکه بدونن، غافل از اینکه بدونن قرار تأثیر بالایی بذارن روی عموم، یه ویدیویی رو وایرال یه ویدیویی رو آپلود میکنن، شیر میکنن و این ویدیو وایرال میشه. گاهن این ویدیو خوبه و گاهن تأثیرات منفی روی جامعه میذاره و میبینیم که یه ویدیو ترند میشه، میبینیم که یه شخصیت بولد میشه، میبینیم که یه شخصی در روز مثلا در طی یه 24 ساعت چه میدونم 200 کا 300 کا به فالووراش اضافه میشه و تقریبا همه ما توی اینستاگرام دنبال اینیم که افزایش فالوور داشته باشیم، افزایش بازدید داشته باشیم، این سایت پیجمون بره بالا، این سایت ویدیوهامون بره بالا و ازش کسب درآمد بکنیم. ببین یه تکنیک بهت میگم. خب تکنیک چیه؟ بعد از اینکه یک ویدیو رو دیدی، اگر جذبش شدی، به خودت رجوع کن، ببین کدوم احساست رو درگیر کرد. آیا اون ویدیو تو رو خندوند یا ناراحتت کرد، یا باعث شد اون ویدیو رو بفرستی برای همسرت، یا باعث شد اون ویدیو رو بفرستی برای مادرت، برای اعضای خانواده‌ات، برای دوست صمیمیت، برای دوست قدیمیت. چی باعث میشه که این کارو بکنی؟ چی باعث میشه که این ریاکشن رو نشون بدی؟ چی باعث میشه که این یه کامنت بذاری یا لایک کنی یا خوشحالت کنه یا حس غرور بهت بده، حس چی باعث میشه؟ ببین
از این زاویه بهش نگاه کن و توی کسب و کار خودت اونو اجرا کن. اگر بتونی این کارو بکنی، کسب و کارت رو میتونی در عرض چند ماه رشد بدی و توی اینستاگرام بتونی ویدیوهای وایرال شده زیادی تولید کنی و نیازی هم نداری به تولید کننده محتوا، در حد یه مشاور برات کافیه. ازت میخوام من سابسکرایب کنی، چون من تازه چنلمو راه اندازی کردم و اگه احساس کنی ویدیوهای من به دردت میخوره توی زمینه تولید محتوا و میتونه بهت کمک بکنه، دکمه زنگوله رو هم فعال کن که با خبر بشی هر موقع محتوا گذاشتم بتونی ببینی و سریع برای خودت اجراش بکنی. اگر از اینستاگرام من رو میبینی، بفرست برای دوستت که کسب و کار داره و میخواد توی اینستاگرام فعالیت کنه و ویدیوهاش وایرال نمیشه و خیلی داره تلاش میکنه، حتما بفرست براش، مطمئنم بهش کمک میکنه. کلی دیگه تحلیل دارم که بازم براتون میذارم که بتونه بهتون کمک کنه. برام حتما کامنت کن چه کسب و کاری داری تا بتونم محتوایی رو برات تحلیل کنم که مربوط به کسب و کارته. و حتما اگر ویدیویی رو دیدی که وایرال شده و جالبه به نظر ترجیحاً ایرانی باشه که دوست داری تحلیل بشه، برای من بفرست دایرکت که بهت بگم نکته هاش چی بوده.